ایلیا ایواکوف یک راننده از روسیه که در یوتیوب کانال خود را هم دارد در ویدیوی نوبتیش در پی سفرش به تاجیکستان به شدت از وضع کروپسیا در این کشور انتقاد کرد و گفت مرز تاجیکستان در بین تمام مرزهایی که من گذشتم از همه فسادزده ترین است. ایلیا ایواکوف که برای یک شرکت استخراج طلای تاجیکستان از ورانش تجهیزات تازه کردن طلا می آورد، از مرز ازبکستان به ولایت سوخت وارد تاجیکستان شد. در ویدیو 32 دقیقگی که با نام تاجیکستان من هیچگاه دیگر پایم را به اینجا نمیمانم که روز 1 مارس سال 2023 نشر کرد، گفت تنها برای گذشتن مرز قریب $400 پول داده است. تصور کنید من در طول تمام راهم از ورانش تا تاجیکستان اینقدر پول خرج نکردم که تنها برای گذشتن مرز تاجیکستان. این دهشت است، اظهار داشت راننده روس. این ویدیو را در بین 5 روز علاقه 164,000 نفر تماشا کردند. بیش از 1000 نفر زیرش شرح‌های اکثرا منفی نوشتند. ایلیا ایواکوف میگوید طبیعت تاجیکستان البته خیلی زیباست و مردمش هم مردم خوب است، ولی نه کارمندان گمرکش. سطح کروپسیا در این اداره دهشتبار است و از همه بعدش اون است که کروپسیا روش شد روی راست است. در اینجا کسی از این که از شما پول تمام میکند شرم هم نمیدارد. روی راست میگیرند، پنهانم نمیکنند. وقتی شما به مرز میدروید به شما یک سند با نام بگونوک میدهند که با اون باید به پیش نفران مختلف رفته امضای هر کدامش رو بگیرید و هر کدامش حق خود را طلب میکند. پولته. ایلیا ایواکوف میگوید هرچند این پولها را اون از جیب خودش بلکه از حساب شرکت‌هایی که استخدامش کردند پرداخت میکرد، ولی در عموم آنچه که من در تاجیکستان دیدم هیچ خوشم نآمد و من حالا آرزو دارم که هر چه زودتر مرز تاجیکستان رو گذرم و به ازبکستان برسم. هرچند مطمئنم که حتی از ماشین از این طرف خالی من نیست، کارمندان گمرک تاجیکستان با هر بهانه در راه بازگشت باز $200 دیگر میکنند. قرار من دیگر قطعی است، دیگر پایم را به طرف تاجیکستان نمیمانم. ایلیا ایواکوف میگوید وقتی در راه پولکی در داخل تاجیکستان کارمندان گیی هم با بهانه خارج از گبریت بودن بارش او را باز 620 سومون جریمه بستند. به نتیجه رسید که نه فقط مرزهایش بلکه تمام این کشور سر و پا فسادزده است. تاجیکستان یکی از فسادزده ترین کشورهای دنیا به شمار می رود. در آخرین ردبندی سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنال که ماه ینور سال 2023 نشر شد، تاجیکستان در بین 180 کشور از لحاظ سطح کروپسیا در زینه 150 گذاشته شد.